به امید خدا. اجازه بفرمایید دوباره با تشکر از شما آقای شجاعی با آقای جواد نکونام در رابطه با بازی با کره و همچنین عربستان صحبت بکنیم. آقای نکونام بفرمایید. با سلام و از تشکر از اینکه آقای نکونام لطف کردن ما رو گرفتن. آقا امروز یه ذره اینجا بارون میاد، نمیدونم خطای ارتباطی آمریکا همه یه جورایی قالیقاتی شده. جواد خان سوال از شما دارم، حداقل چند بازی رو که من به خاطر دارم که شما بازی کردین در مقابل تیم ملی کره جنوبی. 2002 پوسان نیمه نهایی بازی‌های المپیک آسیایی، شما در اون بازی اگر خاطرم درست باشه بازی کردین که ما کره رو در زمین خودش شکست دادیم. جام ملت‌های آسیا در چین 4-3 در یک چهارم نهایی شکست دادیم، رفتیم بالا. شما در اون بازی اگه درست باز خاطرم باشه تشریف داشتین و بازی کردید. سال گذشته در مالزی 2007 در مالزی جام ملت‌های آسیایی 2007 باز با کره بازی کردیم، یه چهارم نهایی 0-0 مساوی کردیم، رو ضربات پنالتی باختیم، شما بازی کردید. حداقل اینایی که به ذهن بنده میرسه اینا رو این کره رو مقایسه کنیم با اون کره‌ای که قبلا بازی کرده بودید، در مقابل اینکه به هر حال ما در خانه بازی می‌کردیم. آیه نکونام من فکر می‌کنم تیمی که ما تو بازی آسیای پوسان باشون بازی کردیم، یکی همون تیمی که باشون تو چین بازی کردیم، تیمشون واقعا بهتر بودش، چون به هر حال اونا خارج خونه بازی تو یکیشو تو خونه بازی می‌کردن، یکیشو تو چین توی زمین بی‌طرف بود. تیمشون واقعا خوب بود، ولی با توجه به اینکه اومده بودن ایران، تو ایران بازی می‌کردن، یه ترسی تو وجودشون بود کلاً برای اینکه می‌خوان به هر حال با تیم ایران روبرو بشن. بله. به خاطر همین نمیتونستن کاری انجام بدن. خب تیم ما هم خیلی بازی خوب و منطقی انجام داد، ولی متاسفانه در آخر بازی تونستن نتیجه رو بگیرن و یه امتیاز بگیرن، از آزادی برن بیرون، که این فکر کنم بهترین نتیجهشون بود. یه بازی دیگه هم اینا اومده بودن تهران بازی کردن با ما، حتی مقدماتی، همون بازی مقدماتی جام ملت‌ها که ما 2-0 بردیمشون تو آزادی. بله. اون بازی اومده بودن واسه اینکه مساوی کنن، وقت تلف می‌کردن، یه سری کارهایی که مثلا دوست داشتم نتیجه رو مساوی تموم کنن، که متاسفانه که خوشبختانه تیم اون بازی تونستش بازی رو 2-0 ببره و به مقدماتی جام ملت‌ها بتونیم مثلا تیم اول گروه بریم بالا. خب حالا در مقابل عربستان ما همیشه نسبت به کشورهای عربی حساسیت داشتیم، همیشه میگیم ضد فوتبال بازی میکنن و حساسیتی که داره خوشبختانه داریم در تهران بازی میکنیم، نه در عربستان. در عربستان من خاطرم شما در بازی با عربستان بودی، در کشور عربستان بازی رفتمون. آها فقط یه سوالی کردی که مثلا بگی مثلا تیم ملی ایران چه رنگی لباس میپوشه؟ بله گلی که ایران زد به عربستان فکر کنم من زدم. ها من میگم من الان خاطرم متاسفانه، چون من بازی مختلف تو ذهنم بود، خاطرم نبود که دقیقاً بازی با عربستان شما بودید یا نه، چون من دو تا بازی در خارج از کشور که انجام دادی در کویت بودم و شما نبودید، در بازی با امارات بودم و شما بودید. در جوریه من دیگه گل نمیزنم به تیم عربستان که انشالله به امید خدا یادتون بمونه که وقتی اون بازی هستم. میخواستم بپرسم که پس بازی با عربستان که همونطور اشاره کردید گل زدید، این تیم عربستانی که شما در بازی رفتیدید آیا برداشتتون منطقی، البته احساسی طبیعتا نمیخوام صحبت بکنیم که به هر حال همیشه طبیعیه، هر فوتبالیستی هر ورزشکاری قبل از مسابقه باید بگه که ما میبریم و میزنیم و له میکنیم، همین صحبت‌ها که همه میکنن، مسئله خاص شما نیست. اما واقعا منظر منطقی، آیا ما بازی که در عربستان با این تیم 1-1 مساوی برای 1-1 مساوی کردیم، آیا ما میتونیم در تهران رو شکست بدیم؟ به نظر من تیم عربستان قوی‌تر از تیم کره است. بله. واقعیت اینه که اونا خیلی ما رو اذیت کردن، بازی که تو عربستانشون تیمشون واقعا خوب بود، خیلی تونست ما رو تحت فشار قرار بده، مخصوصا نیمه اول. تیمشون واقعا قوی‌تر از کره است، با توجه به اینکه اونا هم اینا میدونن که اگه بیان تهران ببازن دیگه هیچ شانسی برای صعود ندارن، قطعا تمام قدرتشون رو میذارن برای بازی ایران، که حتی مربی برکنار شدهشون گفته که ما ایران رو تو خود آزادی شکست میدیم، که به هر حال اینم یه فشاریه که رو تیم اونا هستش و میخوان فشار رو از این طریق خالی کنن رو تیم ما. بله. ولی به هر حال من میدونم که بازی خیلی سختی داریم، حتی سخت‌تر از کره، چون خود ما هم یه همچین شرایطی داریم که اگه میخوایم سرنوشت صعودمون دست خودمون باشه باید این بازی رو ببریم تا بتونیم به صعود خودمون به بقیه بازی‌ها امیدوارانه‌تر نگاه کنیم. ولی با این تفاصیل من فکر می‌کنم ما باید خوب تمرین کنیم، بازی تیم عربستان خوب آنالیز کنیم، به هر حال چیزایی که نقاط قوتشون و نقاط ضعفشون رو بررسی کنیم، بتونیم یه بازی حساب شده و منطقی ان شاءالله با حمایت مردم به امید خدا بتونیم یه نتیجه خوب بگیریم و بتونیم برای صعود راهمون رو هموار کنیم. خیلی از شما متشکرم. علیرضا خان در پایان خواهش می‌کنم یه بار دیگه گل آقای نکونام اگه نشون بدین، این حرکتی رو که ایشون میدویدن رو من خداحافظی داریم می‌کنیم، ما دارن حرکت میکنن، ببینید که فقط من بهتون بگم که آقای نکونام
اگه میشه چند 3-4 بار بیشتر نشون بدید، من یه مقدار بیشتر خوشحال میشم. خواهش میکنم. نه فقط خواستم به بینندگان بگم که این حرکتی که جواد نکونام میکنه به دلیل اینه که وقتی که با هواپیما از تهران میرسه به اسپانیا میره مادرید، از مادرید باید کانکتینگ فلایت بگیره به پامپلونا، ایشون تو اون سالن فرودگاه دیگه پاسپورت نشون میده، همینجوری که میدوه پلیس اسپانیا میگه نکونام. این معنی حرکتش به اون دلیل بود. در هر صورت خیلی متشکرم از شما آقای نکونام. آقای شجاعی، وقت ما تمومه. آقای علیرضا خان دارن به من کارت قرمز نشون میدن. دوست داریم در یه فرصت دیگه باز بیشتر یه فرصتی رو واقعا پیدا بکنیم، یه حدود نیم ساعت 45 دقیقه بپردازیم به هم مسائل تیم ملی، هم به مسائل اوساسونا و آنچه که داره اتفاق میفته در لالیگا اسپانیا. گل‌های لالیگا رو فردا به شما نشون میدیم. با تشکر از جواد نکونام نازنین، مسعود شجاعی، علیرضا، خانم فریبا، دیگر دوستان همکاران، با اتفاق همه شما با دوستان و بازیکن تیم ملی در اسپانیا خداحافظی میگیم. خدا نگهدار.